سلام دوستان، 20 ژانویه 2024 و من و دخترم امروز داریم میریم سانتربل یا بل سنتر مونترال، مکانی که ایونت های مهم و مسابقات هاکی، بسکتبال و اجرای خواننده‌های بزرگ اونجا برگزار میشه. امروز قرار بانو مادونا سلبریشن تورش رو اونجا برگزار کنه. احتمالاً هم این آخرین بار باشه که تور دور دنیا میذاره. البته مادونا جون خیلی مراقب فیزیکشه، بعید نیست دوباره هم ببینیمش ایشالله. و از اونجایی که ما خارج مونترال زندگی میکنیم تصمیم گرفتم که این بار از قطار بین شهری استفاده بکنم که از مناظر زیبایی بین راه هم بتونیم دیدن کنیم و واسه شما به راحتی بتونم فیلم بذارم. ببینی که چه زیباست، ولی با ماشین اگه بیای این مسیرها رو نمیبینی، این مناظر زیبا رو. خب بریم که ببینیم. آره روش نگه دارم. آره یه وقتایی که آهنگ گوشیم پخشه میخوام بیفته همزمان با فیلم برداری، یه راهش اینه که عکس رو با انگوش فشار بدم. خوبیش اینه که قطار با خود سانتربل میره دیگه، نیازی به استفاده وسیله نقلیه دیگه نیست. اینجوری خیلی راحت تره. بله. من سعی کردم که خیلی خلاصه فیلم بگیرم، طولانی نشه. نمیدونم اوضاع اینترنت ایران چطوره. رسیدیم، اینم آخرین ایستگاه، میریم داخل دیگه. پارسال برگزار میشه که مریض شد و دیگه منتقل شده دوستان. بلیط هم 1.5 سال پیش من گرفته بودم. خیلی خوشحالم که تونست اجرا کنم. انشالله که سلامت باشه و بیاد سرگرم باشه و تا کنسرت بعدی شما رو به خدا میسپارم.